اول اینکمو بزنم چون که همتون گفته بودین که با اینک بگیر ویدیو جدیدو. خوب شد. نه خونمو دیدین مدل جدید زدم. وایسا بهت نشون بدم. این از این شکلی، این از این شکلی. شاید فکر کنین که مثلا دیوونه میوونم، ولی نه، دارم سعی میکنم که گیتار یاد بگیرم. خب شروع کنیم. تو دنیای امروز همه دنبال اینن که رد فلگ ها رو پیدا بکنن توی رابطه هاشون و خب حقم میدم، به خاطر اینکه واقعا مهمه اینکه بتونی رد فلگ ها رو شناسایی بکنی، پیداشون بکنی، واقعا مهمه. ولی تو این ویدیو میخوام بهت بگم که اگر یه کسی حالا رد فلگی نداشته باشه یا نتونی پیدا بکنی یا خیلی ریز باشه، حتما دلیل بر این نیستش که گرین فلگ داشته باشه. و میخوام بهت امروز چند تا گرین فلگ معرفی بکنم که اگر توی رابطت پیداشون نکردی، یعنی توی طرف مقابلت پیداشون نکردی، بهتری که وارد اون رابطه نشی. اول از همه اینو بگم که بزرگترین گرین فلگ، اصلا فلگی که یه نفر میتونه داشته باشه، اینه که شما چه حسی کنار اون آدم دارین. اون آدم چه حسی به شما میده؟ آیا کنارش احساس امنیت دارین؟ آیا کنارش احساس با ارزش بودن و مهم بودن دارین؟ یا اینکه آیا همش رفتارشون سرد و گرم میشه، یه روز خوبن یه روز بدن؟ و مهمتر از همه این که آیا از احساسش نسبت به خودت مطمئنی؟ یعنی مستقیم کامل واضحه که چه حسی به تو داره، یا تو همش باید حدس بزنی که اون آدم چه حسی به تو داره؟ آیا دوستت داره، دوستت نداره؟ چون جواب این سوال میتونه واقعیت رابطه شما باشه. شنیدی میگن اگر که طرف دوستت داشته باشه تو حدس نمیزنی اصلا، یعنی فکر نمی کنی به این که دوستم داره یا نه. اگه دوستت داشته باشه تو شک نداری. اگر شک داری به این معنیه که دوستت نداره، احتمال زیاد. سلام، خیلی خوش اومدی به ویدیوی جدید. اگر که این اولین ویدیویی که داری میبینی، اسم من ساراه و تو این سری ویدیوم سعی میکنم که قسمت‌هایی از تجربه هام و دانسته هامو با تو به اشتراک بذارم. یادت نره که برای حمایت از من حتما این ویدیو رو لایک کنی و چنلم رو سابسکرایب کنی و اینکه یه سری به بقیه ویدیوهام بزنی، چون احتمال میدم که بقیه‌شونم دوست داشته باشی. بریم سراغ اصل ویدیو. فلگ شماره، یعنی گرین فلگ شماره 1، ارتباط. قطعا اولین چیزی که باعث میشه که دو نفر جذب همدیگه بشن و یه رابطه رو شروع بکنن ظاهر اون آدم هست، این که چقدر حالا اون آدم، اون طرف مقابل برای تو جذابه. اما بعد از اون این که چجوری بتونین با همدیگه ارتباط برقرار بکنین و چقدر اون ارتباط بینتون عمیق بشه مشخص میکنه که این رابطه ادامه پیدا میکنه یا نه. اینکه اون آدم بتونه به حرفای تو گوش کنه و به چیزایی که تو بهشون علاقه داری علاقه نشون بده، میتونه یه گرین فلگ بزرگ باشه. ولی اگر که همه چیزو سعی میکنه که به خودش ربط بده و همیشه حرف از خودش بزنه و خودش همیشه مرکز همه بحث ها باشه، این میتونه یه رد فلگ باشه. اینکه جنبه داشته باشه و اینکه توی شوخی کردناش، توی بامزه بازیاش حد و مرزا رو رعایت بکنه و از حد به قولی نگذرونه، این خودش میتونه یه گرین فلگ باشه. آیا شوخیاش اینجوریه که همش سعی میکنه آبروی تو رو ببره، تو رو مسخره بکنه؟ یا اگر که این کارو میکنه خودش جنبه اینو داره که تو از اون ور مسخرش بکنی، مثلا آبروشو ببری؟ میدونی همه اینا مهمه. خلاصه که جنبه داشتن میتونه یه گرین فلگ درست حسابی باشه. یه چیز دیگه که خیلی باید بهش دقت بکنی اینه که اون آدم توی بحث کردناش با بقیه چجوریه، با غریبه ها مخصوصا. با احترام بحث میکنه یا اینکه نه میزنه تو خط فحش و فحشکاری و دعوا و از اینجور کارا؟ آیا اجازه میده که طرف مقابلش دیدگاه خودشو داشته باشه، اعتقاد خودشو داشته باشه، یا فکر میکنه که همه آدمای دنیا باید مثل اون فکر کنن؟ اگه مثل اون فکر نکنن مثلا یا احمقن یا مشکل دارن. اینه که فقط تو دنیا درست فکر میکنه و همه چیزو میدونه. من احساس میکنم که اینو باید درارم چون که رفلکت این مانیتور میفته روش. به نظرم
یه ذره رو مخمه، یعنی نمیدونم حالا شما اذیت میشین یا نه، ولی رو مخ خودم بود نگاه میکردم میدیدم یه چیزی روی عینکمه. حالا همونقدر که مهمه که با غریبه ها چجوری رفتار میکنه، همونقدر حتی بیشتر مهمه که چجوری با خانواده‌اش رفتار میکنه. چون که رفتار اون با خانواده‌اش میتونه یه سرنخ خیلی خیلی واضح و خوب به تو بده که در آینده چجوری قراره با تو رفتار بکنه. خیلی مهمه. نمیتونم بهت بگم حتی چقدر. یه وقتی دیدین مثلا یه جایی میشنوین که میگن که برای من مهم نیست، مثلا من که نمیخوام با خانواده‌اش زندگی کنم، من با خودش میخوام ازدواج کنم و نمیدونم اصلا برای من مهم نیست که خانواده‌اش چه جوری بودن. میتونم بهتون بگم که اینکه خانواده‌اش چه شکلیه از اینکه خودش الان چه شکلیه خیلی مهم‌تره، چون که اون با الگوی اون خانواده بزرگ شده، زندگی کرده و شاید الان مثلا با شما خیلی خوب رفتار بکنه، مثلا میبینی که جواب مامانشو به زور میده ولی با شما خیلی مثلا با عشق رفتار میکنه، مثلا زنگ میزنی بهش بوق دوم نخورده جواب میده. ولی اینو باید در نظر بگیری که مثلا اگر با مادرش اینجوریه، مادرش اون کسیه که اینو به دنیا آورده، غذا بهش داده، آب بهش داده، جا بهش داده، محبت به همه کارا رو بدون هیچ چشم داشتی براش انجام داده. و حالا هر چقدر هم که بد بوده، اصلا من میگم مادرم بد بوده، اصلا مادرم سمی بوده، هر چیزی که بوده، اینجوری داره جواب محبت‌های مادره رو میده. و یه روزی هم که اون چی میگن عشقه و اون شور و شوق اول رابطتون وقتی که از بین بره، دقیقا با شما همونجوری رفتار میکنه که با مادرش رفتار میکرده. بنابراین رفتار خانواده خیلی مهمه، اصلا خیلی مهمه. تا صبح بگم مهمه کم گفتم. این که شما بتونین انقدر با طرف راحت باشین که بتونین سوالاتونو، چیزی که توی ذهنتون یه گره‌ای شده و ازش بپرسین، یعنی انقدر راحت باشین که بتونین هر سوالی بپرسین، میتونه گرین فلگ خیلی بزرگی باشه. اگر که شما الان مثلا وقتی به پارتنر فکر میکنی، فکر کن که تازه آشنا شدین با هم دیگه، مدت زیادی تو رابطه نیستین و تو داری فکر میکنی که اگه من فلان سوالو ازش بپرسم احتمال داره که این از من سرد بشه و علاقه‌شو از دست بده و مثلا منو ول کنه، غیب بشه، گم و گور بشه. باید بهت بگم که اگر که اینجوری فکر میکنی، احتمالاً 99% اون آدم اصلا به دردتون نمیخوره، چون کسی که مناسب تو باشه به هیچ عنوان بابت سوالهایی که توی ذهنته از تو سرد نمیشه. و من راجع به سوالایی که حتما باید اوایل رابطه بپرسین یه ویدیوی خیلی مهم درست کردم که لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، حتما یه سری بهش بزن، چون خیلی میتونه مفید باشه واسط، خیلی زیاد. شماره 2، یعنی گرین فلگ شماره 2، مسئولیت پذیر بودنه. این یکی از راهاییه که خیلی راحت میتونی جلوگیری بکنی از اینکه با یه نارسیست وارد رابطه بشی. در مورد اینکه حالا تشخیص نارسیست ها و اینکه چه جور آدمایی هستن و اینا، باز یه ویدیو درست کردم، اونم برات میذارم توی دیسکریپشن. اونم خالی از لطف نیست اگر که سر بهش بزنی، چون میگم اطلاعات خیلی مفیدی توش هست. چون که همونطور که توی اون ویدیو هم گفتم، نارسیستا کلا گردنگیرشون خرابه. اینکه بتونه مسئولیت اشتباهی که کرده رو قبول بکنه و بابتش عذرخواهی بکنه، میتونه گرین فلگ خیلی بزرگی باشه. عذرخواهی کردن هم یه سری اصول داره. چجوری عذرخواهی میکنه؟ مثلا میگه که ببخشید که تو اینجوری برداشت کردی، یا ببخشید که تو اینجوری فکر کردی، مثلا همچین چیزی. اینا عذرخواهی کردن درست حسابی نمیشه. اینا یعنی که یارو اصلا قبول نکرده که اشتباه کرده، فقط داره صرفا عذرخواهی میکنه برای اینکه دهن تو رو ببنده. و عذرخواهی کردن درست اینجوریه که میگه که معذرت میخوام، قصدم به هیچ عنوان ناراحت کردن تو نبود، اگر که تو دوست داری میتونیم راجبش صحبت بکنیم. این میشه معذرت خواهی درست حسابی. معمولا آدمایی که به بلوغ فکری رسیدن به راحتی عذرخواهی میکنن و مسئولیت اشتباه خودشون رو قبول میکنن، اما آدمایی که هنوز به بلوغ فکری نرسیدن از معذرت خواهی کردن فرارین و میگم کلا گردنگیرشون خرابه.
یه سری هم هستن که حالا به خاطر آسیبایی که تو طول زندگیشون دیدن اینطوریان که مثلا میگن که ببخشید که با همچین آدم آشغالی تو رابطه ای، تو اصلا لیاقتت یه آدم به درد نخوری مثل من نیست. میدونی میریزن رو خودشون و خودزنی میکنن، یعنی خودشون رو خراب میکنن عملا. و این اصلا به این معنی نیست که اون آدمای بدی هستن، فقط به این معنیه که احتمالاً میگم شرایط خیلی بدی داشتن یه مدتی توی زندگیشون و یه سری تراماها رو دارن تجربه میکنن و باز هم میگم که با این جور آدما هم نمیتونیم به جای برسین و این آدما هم نیاز به کمک دارن و نیاز به این دارن که درمان بشن و تا زمانی که این اتفاق نیفته متاسفانه آسیبای خیلی زیادی میتونن به شما هم بزنن. یه چیز خیلی مهمه دیگه اینه که چقدر قدرت درک کردن داره و حتی اگر که نتونه درک کنه تو رو، یعنی نتونه خودش رو بذاره جای تو، این که بتونه یه محیطی رو برای تو فراهم بکنه، یه محیط امنی رو برای تو فراهم بکنه که تو توی اون محیط بتونی خودت رو خالی کنی، بتونی درد و دل کنی و اون از هر کاری که از دستش برمیاد و انجام بده برای اینکه حال تو بهتر بشه. این میتونه یه گرین فلگ خیلی مهم باشه. مثلا در رابطه با اکس خودم که حالا من هر دفعه مثال میزنم، مثال اون بدبخت رو میزنم، ولی حالا هر چیزیه که میاد توی ذهنم هیچ وقت یادم نمیره. یه بار داشتم با برادرم توی ایران چت میکردم، اون یه اتفاقایی براش افتاده بود، یه شرایط خیلی بدی داشت و همزمان که من داشتم با چت میکردم گریم گرفته بود و واقعا داشتم عجیب غریب گریه میکردم. هیچ وقت یادم نمیره که این آدم دقیقا مثلا 1 متری من نشسته بود اونور و سرش توی یوتیوب بود، حالا نمیدونم سرش کجا بود ولی نمیدونم داشت چی کار میکرد، کلا حالا توی لپتاپش داشت یه کاری انجام میداد و اصلا متوجه شد که من دارم گریه میکنم ولی حتی سوال نپرسید که چی شده، چرا داری گریه میکنی. الان که دارم تعریف میکنم خودم باورم نشده که چی بود که اصلا من تو اون رابطه مونده بودم، اصلا دنبال چی بودم من وقتی که حتی کوچکترین چیزها رو به من نمیداد، ولی واقعا اصلا براش مهم نبود انگار که من دارم گریه میکنم. و بعدن خب من این موضوع خیلی برام بزرگ بود چون فکر میکردم که میگفتم تو اگه کوچکترین ذره الان تو اصلا ذره علاقم به من نداشته باشی به عنوان یه انسان، وقتی میبینی من دارم گریه میکنم یه سوال میپرسی که چی شده، مثلا چرا داری گریه میکنی. و بحثمون شد، اصلا خیلی تو دل من مونده بود، بحثمون شد سر این موضوع که چرا تو اصلا انقدر واسه من ارزش قائل نیستی حتی که وقتی میبینی من دارم گریه میکنم حتی بپرسی که چی شده. و فکر میکنی که چه جوابی به من داد؟ به من گفتش که چیکار کنم، برم داداشت هم دلداری بدم. و الان که بهش فکر میکنم واقعا از خودم بدم میاد که واقعا با چه استانداردهایی من مونده بودم توی رابطه. ولی این واقعا میتونه یک رد فلگ خیلی بزرگ باشه. به هیچ عنوان نگذرین از این چیزا و با هر شرایطی زندگیتون رو ادامه ندین با اون آدم. یکی دیگه میتونه این باشه که چقدر میتونن جلوی تو آسیب پذیر باشن، چقدر میتونن به قولی گاردشون رو بیارن پایین، چقدر میتونن راجع به ترس‌هاشون با تو صحبت بکنن، راجع به نیازهاشون چقدر راحت میتونن با تو صحبت بکنن. یه اشتباهی که خود من کردم توی رابطم با همین اکسم که میگم و بابتش اصلا به خودم افتخار نمیکنم اینه که اکس من از مثلا پشم میترسید، یعنی از سوسک و اینا همه چی میترسید و توی خونه که حالا مثلا یه دونه مگسی چیزی میومد من میدویدم مثلا که مگس رو بکشم و همش غر میزدم، ناراحت بودم از اینکه تو مگه مرد نیستی، پس به چه درد میخوری، مگه مرد میترسه از مثلا سوسک و پشه و فلان و اینا. و یادم هم هستش که اونم خیلی ناراحت میشد بابت این حرف من و من تو اون لحظه انقدر کین از این آدم تو دلم بود که اصلا برام مهم نبود که این ناراحت میشه یا نه. ولی الان که آرومم و بهش فکر میکنم متوجه هم خودم که چقدر رفتار زشتیه. یه آدم نباید بابت حالا ترسایی که داره، حالا هر چیزی که هست، نباید باعث بشه که خجالت بکشه بابتشون
و شما نباید بابت ترس‌های اونا احساس شرم بهشون بدین. این میتونه خیلی رفتار زشت و بدی باشه، خودش میتونه یه رد فلگ باشه. و خیلی خوشحالم که من اینو خودم تونستم درکش بکنم و بفهمم که چقدر رفتار بدی بوده و کار کنم رو خودم که دیگه به هیچ عنوان این رفتار رو تکرارش نکنم. اینکه چقدر حالا اونا میتونن راجع به نقص‌هاشون، راجع به کمبوداشون با تو صحبت بکنن، این خودش یه گرین فلگ بزرگیه. چون یه سریا هستن، یعنی رد فلگش میشه کسایی که همش دوست دارن خودشونو پرفکت نشون بدن، همش دوست دارن یه جور رفتار بکنن که انگار ما هیچ نقصی نداریم، هیچ مشکلی نداریم، ما کاملیم، ما همیشه خوشحالیم، همیشه پول داریم، همیشه تمیزیم، میدونی این آدم، این میشه خودش یه دونه رد فلگ. یه گرین فلگ دیگه میتونه این باشه که چقدر از خوشحالی تو خوشحال میشن، بابت موفقیت های تو چقدر خوشحال میشن. اینکه وقتی تو به یه موفقیتی میرسی پا به پای تو جشن میگیرن، خوشحالی میکنن، ذوق دارن. شماره 3، این که شما رو با خودشون مساوی بدونن. یه چیز جالب براتون بگم، چند وقت پیش من یه پسری رو میشناختم، خیلی سال پیش، از مثلا سال اول دانشگاه، و ما ارتباطمون در حد این بود که مثلا 1-2 بار همدیگر دیده بودیم و در همون حد مثلا 2 بار دیدن همدیگر بود، خیلی چیز خاصی هم نبود. چند ماه پیش این نمیدونم چه جوری منو توی اینستا پیدا کرده بود و به من دایرکت داد که آره نمیدونم من 8 ساله که عاشق تو هم و نمیدونم 8 ساله که جز تو به هیچکی فکر نکردم، از این حرفا که دیگه بر همتون آشناست. و من بهش گفتم که خب الان مثلا من چیکار کنم؟ کاری از دست من بر نمیاد، من تو اصلا همون نمیشناسیم، مرسی که حالا اومدی احساسات تو به من گفتی و اینا، ولی خب واقعا نمیشه، بعدم تو ایرانی، من اصلا ترکیه هم هیچ جوره نمیشه. یعنی تازه هم اتفاقا از همون رابطم اومده بودم بیرون و بهش گفتم که من اصلا الان تو شرایطی هم نیستم اصلا حتی بخوام به کسی فکر کنم، ولی مرسی که گفتی، بابت حرفات مرسی. هیچی، اونم گفت مرسی که انقدر با فهم و شعور یا فلان و اینا. من دوباره چند ماه دیگه بهت مسیج میدم. گفتم اوکی. واقعا هم چند ماه بعد دوباره اومد به من دایرکت داد و دوباره شروع کردم من عاشقتم فلانم بیسم، ما باید با هم باشیم، ما برای هم ساخته شدیم، تو ماهی من خورشیدم، نمیدونم از این حرفا. و دوباره منم همون حرفا، نمیشه، نمیتونیم فلان اینا. بعد من همزمان که داشتم با این صحبت میکردم، یه کاری هم داشتم انجام میدادم، یه کار خیلی مهمی هم بود، ناخواسته داشتم دیر به دیر جواب اینو میدادم. یعنی مثلا میمدم جواب میدادم، میرفتم تا نیم ساعت 40 دقیقه 1 ساعت بعد. و واقعا میگم از قصد نبود، یعنی یه کاری داشتم انجام میدادم مهمم بود. هیچی، آقا این 2-3 دفعه اعتراض کرد که تو چرا دیر جواب منو میدی. منم براش توضیح میدادم که آره من کار دارم فلانم، کار فلانو دارم انجام میدم، یه ذره سرم شلوغ، حالا بعد دوباره با هم صحبت میکنیم و اینا. دفعه آخر که من دیر دوباره جواب دادم به من دیدم دایرکت داده که موزیک آخرت خیلی شعر بود، داستان فلانت هم که حالا نمیتونم بگم چیه، همونه که میدونین، اونم که اصلا دیگه لازم نیست راجع بهش صحبت بکنم، انقدر که آشغال بود و فلان و بیسار و اینا. قیافت هم که من از تو خیلی زیباترم، تو قیافه آنچنانی هم نداری و هیکل آنچنانی هم نداری، من خیلی از تو بهترم فلان. یعنی داشت میگفتش که من از تو خیلی بالاترم، تو چرا مثلا جواب من نمیدی؟ و آره خلاصه بلاکش کردم. 1 ساعت بعدش خواهرش اومد به من دایرکت داد که این از رو عشق داشت این حرفا رو به تو میزد. اونم زدم بلاک کردم که دیگه معنی عشق رو نرینین توش. عشق این معنی نیست، این شما مریضین، مشکل دارین. خلاصه که این خیلی مهمه که شما رو با خودش مساوی ببینه. یعنی اگه شما رو از خودش بالاتر نمیبینه، حداقل مساوی ببینه. و اینم بگم که اگر همون بار اول جلوی این موضوع رو نگیری، هر چقدر که بگذره بدتر میشه. یعنی فکر نکن که اگه یک بار این آدم اومد شما رو کوچیک کرد، شما ببخشی کنار بیای، دیگه تکرار نمیشه. مطمئن باش که دفعه بعدی خیلی بدتره. و اینا دقیقاً همونایی هن که مثلا زناشون رو میزنن و این اجازه رو به خودشون میدن که چون حالا قدرت بدنی بیشتری دارن، دست روی زنشون یا پارتنرشون یا هر کسی بلند بکنن، روی ضعیف‌تر از خودشون. یا دقیقا همون آدمان که اتفاقا این آدم تو پیجش هم اومده بود کلی پست درست کرده بود راجع به این که قرآن گفته که زنو بزنین.
زن اگه سرکشی کرد بزنینش. این همچین آدمی بود واقعا. بنابراین نشونه ها رو خیلی دقت کنین بهش. شماره 4 همونطور که گفتم خیلی مهمه، اینکه چطور با خانواده خودشون رفتار میکنن، یا اینکه چجوری راجع به اکساشون صحبت میکنن، رابطه‌های قبلیشون. آیا همیشه مقصر اونها بودن یا مثلا اینا هم یه اشتباهی قبول میکنن که اشتباهی کردن توی رابطهشون. و اینکه اونها با آدمایی که هیچ منفعتی براشون ندارن چجوری رفتار میکنن. اینم خیلی مهمه، چون که رفتار واقعی آدما دقیقاً اون زمانی مشخص میشه که شما هیچ سودی نداشته باشین براشون. مخصوصاً الان همه آدما تقریباً جوری شدن که اگر که تو سودی براشون نداشته باشی واقعاً به خودشون زحمت نمیدن که بخوان اصلا واسه تو فیلم بازی کنن، خودشون خوب نشون بدن. واسه همین خیلی خوب میشه فهمید شخصیت واقعی آدما رو توی رفتارشون با آدمایی که سودی براشون ندارن. شماره 5 اینکه چقدر قابل اعتماد باشن، اینکه چقدر پای حرفایی که میزنن وایسن. مثلا همین اکس من اینجوری بودش که مثلا فکر کن شب قبلش میگفت فردا بریم فلان جا، فردا فلان ساعت بریم فلان جا، و خیلی دفعه پیش میومد که من برای اینکه بتونم با اکسم وقت بگذرونم یه برنامه‌ای رو توی اون روز کنسل میکردم و یه فردا میشد اون تایم شد خبری ازش نمیشد. شب بهش میگفتم خب چی شد، تو نباید به من یه خبر بدین. کار داشتم. خب چی کار کنم، من کار دارم، من بیکار که نیستم. خیلی هم با با طلبکارانه. یعنی میگم مشکل از توئه، اگه من برنامه رو ریدم توش مشکل من نیست، من کار دارم، تو باید درک کنی که من کار دارم. این خیلی مهمه. رفتار درست میشه. خب ببین بالاخره اتفاق میفته، شما از هر 10 باری که برنامه‌ریزی میکنی یکی دو بارش ممکنه نشه واقعا، چون که بالاخره زندگیه، تو کار برات پیش میاد، تو یه چیزی برات اتفاق میفته، نمیتونی به حرفی که زدی عمل بکنی. ولی اینکه بعدش چجوری رفتار میکنی خیلی مهمه. آیا میای عذرخواهی میکنی بابت اینکه برنامه اون روزتون حالا به هر دلیلی نشده و سعی میکنی که جبرانش بکنی، حالا فرداش پس فرداش هر وقتی، یا اینکه مثل این اکس من میگه که به من چه، من کار دارم. آره این خیلی مهمه. گرین فلگ ها میتونن خیلی زیاد باشن، یعنی ما گرین فلگ های خیلی مهمی داریم که حتما یه آدم باید داشته باشدشون. اما برای اینکه خب ویدیو خیلی طولانی میشه ترجیح میدن که توی ویدیوهای بعد براتون توضیح بدم. اگر دوست داشتین این ویدیو رو حتما بگین که پارت دومش هم براتون بسازم. و اینکه همین، مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی. یه بار دیگه میگم که حتما برای حمایت از من چنلم رو سابسکرایب بکنی و اینکه یه سری هم به بقیه ویدیوام بزنی و اون رو هم لایک کنی. همین، مراقب خودت باش. خیلی زود دوباره برمیگردم. بله.